خسرو چه عجب یه بار ما رو آوردی قهوه خونه مهمون کنی. این ولخرجی ها از تو باید بود پسر. ما اینیم دیگه آقا جان. چی بدم خدمتتون؟ 3 استکان چای خوشتم برامون بیار. دانه چنده؟ استکونی 500 تومنه. قندش چنده؟ اون مجانیه. پس 2 کیلو قند هم بده با خود ما ببریم. چی؟ هیچی آقا جواد، شوخی کرد. پسر مزه پرونی نکن. راستی آقا صفدر، ماشاءالله پسرت خیلی بزرگ شده. چند سالشه؟ نمیدونم والا، خیلی وقت داریمش. هل تو قواخانه هم نمیخوای کلت اتو گوشی بیرون بکشی؟ آخ بازم دلار گرو شد. خب به ما چه؟ ما که دلار نداریم. پسر جان تو این مملکت دلار که میره بالا 3 ثانیه بعد تمام قیمت ها باهاش میره بالا. آقا جان بدبختی ایجاد اون موقعی که دلار 1000 تومنم بود شما پول نداشتین. کی قربان بشم من؟ یکی از اعضای گروه هم نوشته با دلار 28500 تومانی آرزوهامون به باد رفت. بگو وضع تو خیلی خوبه عمو. من دلار شد 1000 تومن کلا دیگه آرزو نکردم. آقا صفدر تو رو خدا بیا این سایت‌های خارجی رو نگاه کن. تکنولوژی اونا آیپد، آیفون، آیمک، آیچیه. بابا ما هم داریم تکنولوژی. ما هم آی دلار، آی مرغ، آی کمرم، آی قلبم. ایسی جان اونجا آخون ندارن که. ای بابا این چای چی شد پس؟ داره دم میکشه. میخوام تازه دم بدم بهتون کیفتون کوک شه. تو هم باید بگودی به چایی رو ول کن آقا صفدر. دستاورده جدید دولت رئیسی را گوش کن. قربانتون بگردم من. بگو بابا ببینم این از کلاس شیشم بالاتر رفت یا نه. آقا صفدر تو رو خدا این خبر رو گوش کن. بگو بابا. مدیر کل تعطیلات استان تهران دلیل افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ را گفته به خاطر اینه که در بازار مرغ و تخم مرغ از قیمت گذاره ما طبیعت نمی‌کنن. ای خدا بادم از این خوشی. بهش بگو خنگ خدا تقصیر مرغا نیست که. پس کیه؟ تقصیر گاواییه که بازار مملکت دستشونه. عمو جان ببین ننوشته ابراهیم رئیسی جهت کنترل قیمت تخم مرغ به صورت سرزده داخل شکم مرغ شده. آقا جان اگه مدیریت کشور دست خود مرغ میدادن شانه تخم مرغ 60 تومن نمیشد. دست جوجه شونم میدادن این نمیشد. پسر ما رو این همه راه آوردی تا قهوه خونه یه چایی هم دستمون ندادی. آقا جواد چایی که نیاوردی حداقل اون 2 کیلو قند مجانی بریز تو مشما با خودمون ببریم. ببری؟ آره زرشک.